امروز بخشیده به روز زبان دولتی در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 119 چهاربینی تنتنوی برگزار شد که در آن رهبران کارخانه و تشکیلات اداره و مؤسسات، فعالان و نمایندگان مقامات محلی اشتراک نمودند. در آغاز رئیس شهر ترسونزاده محترم سیجاودین سلامزاده اهل جمع آمد را با این روز تاریخی تبریک و شادباش نمود. امروز یکی از جشن‌های بزرگ و پرافتخار روز زبان دولتی جمهوری تاجیکستان را تجلیل می‌نماییم. با این مناسبت شما ساکنان شهر ترسونزاده را صمیمانه مبارکباد گفته تمنا می‌کنیم که لفظ شیرین و دلکش زبان دولتی دوستی و رفاقت، مهر و محبت و همدلی مردم را باز هم قوی گرداند. حاضرین گرامی، زبان جزئی مهمترین و جداناپذیر فرهنگ ملی به حساب رفته هر ملت را توسط زبان آثار و فرهنگ میشناسند و اعتراف می‌نمایند. زبان تاجیکی تاریخ بیش از 1000 ساله داشته، آثار گرانبها و حکمت آمیز نیاگانمان در تشکل فرهنگ و ادبیات جهان نقشی مؤثر گذاشته است. در عالم قوم و ملت‌های را کم می‌توان پیدا کرد که زبان معاصر آن با زبان قدیمه‌اش پیوستگی نزدیک داشته باشد. محترم اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت تاکید می‌نماید زبان تاجیکی همچون رمز هویت ملی و خودآگاهی و خودشناسی ملی از جمله عامل‌های اساسی متعیین کننده و پیوندگر ملت میباشد. عمر ملت با عمر زبان وابسته است، یعنی بقای زبان این بقای ملت است. همچنین نامبرده قید نمود که قانون نوی جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی که 1 اکتبر سال 2009 از طرف مجلس نمایندگان قبول، 3 اکتبر از جانب مجلس ملی جانبداری و 5 اکتبر سال 2009 از طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به امضا رسید. با اطمینان کامل میتوان گفت که قانون زبان دولتی رسالت تاریخی خود را اجرا کرد و برای به زبان دولتی تبدیل یافتن زبان مادری ما خدمت بزرگی را انجام داد. قید کردن به مورد است که زبان ادبی تاجیک جزئی مهمترین فرهنگ خلقی ما به شمار می رود. تاریخ طولانی این زبان گوارا تاریخ خلق تاجیک است. بعد از سخنرانی رئیس شهر ترسونزاده محترم سیجاودین سلامزاده با یک قطار رهبران کارخانه و تشکیلات اداره و مؤسسات و فعالانی که امروز در پیشروی جامعه سهم می‌گذارند افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی تقدیم کرده شد. در رفت این چهاربینی برنامه‌های کنسرتی از طرف شعبه فرهنگی مقامات محلی شهر ترسونزاده پیشکشی حاضرین گردانده شد. جانان